خورشت ریواس، یک خورشت مخصوص فصل بهار که پیشنهاد میکنم حتما یک بار درست کنین چون فوق‌العاده خوشمزه است. اول یک پیاز بزرگ رو خوب تفت بدین. بهش ادویه هایی که داخل کپشن نوشتم اضافه کنین. پیاز که سبک شد بهش گوشت رو اضافه کنین و بذارین گوشت کاملا قرمه‌ای بشه. حالا بهش آب اضافه کنین و بذارین گوشت کاملا پخته بشه. ریواسایی که پاک کردین و به اندازه‌های دلخواه ریز کنین. سبزی این خورشت هم نعنا جعفریه که باید ریز خورد بشه. حالا سبزی رو کاملا سرخ کنین. بعد سبزی‌ها که سرخ شد بردارین و ریواس‌ها رو داخل همون روغن در حد 1 الی 2 دقیقه تفت بدین. اگه دوست داشتین کمی زردچوبه به ریواسا بزنین تا خوش رنگ‌تر بشه. حالا سبزی‌های سرخ شده رو به خودش اضافه کنین و بذارین جا بیفته. 20 الی 30 دقیقه آخر پخت ریواسا رو به خودش اضافه کنین. نمک و پودر لیمو عمانی رو هم بهش اضافه کنین و بذارین کاملا جا بیفته. چاشنی این خورش آب لیمویه، اما من اصلا بهش آب لیمو اضافه نکردم چون ریواسا به اندازه کافی ترشی غذا رو اندازه کرده بود. حالا با یک پلوی خوشمزه نوش جونتون کنین.